بابا ظرف ماست تو این پولا رو میز کامپیوتر چیکار میکنه؟ یه چیکار جلو کنی؟ تا بهت بگم. ببین با این 10 شایی ما میتونستیم نخودچی کشمش بگیریم، با این میتونستیم 1 ریالیه میتونستیم جیبان پر کنیم کشمش، با این میتونستیم تخمه بگیریم، با این میتونستیم برنجک و شاهدونه بگیریم جیبامونو پر کنیم، با این 2 نفر میتونستیم بریم سینما. این چقدره؟ این 10 ریالیه. با این 20 ریالیه میتونستیم 4 نفر بریم سینما. با این میتونستیم نوشابه بگیریم بخوریم، ساندویچ بگیریم بخوریم، سینما بریم. با این که دیگه الان ماشاءالله نگو. اما این 100 لماس که میگه جریانش چیه، از 10,000 تومان تا 100,000 تومان مهریه دخترای اون زمان بود. با 100,000 تومان میتونستیم زن بگیریم. یعنی یه سطل ماست با یک زن عقد کردن برای بله همینطوره. قدیما اینجوری بود. سخت بوده زن گرفتن. خیلی هم راحت بود. حالا شما به من بگو الان زن گرفتن چقدر هزینه داره؟ چند تا از این سطل ماست باید هزینه کنیم؟